سلام و صد سلام به شما دوستای گلم. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جنجالی که مطمئنم بعد از فهمیدنش دیگه اون آدم سابق نمیشید. ویدیو امروز درباره صحنه‌ای از جومونگه که تو سریال وجود داشتن ولی به ما نشونش ندادن. پس بدون مقدمه میریم که تو همون قسمت‌های اول یه سری سکانس منشوری داریم بین جناب هوموسو و بانو یوها که میشه مادر جومونگ. عشقش مادرش، چاکرتم، عشقم مادرش. اما یه نکته خیلی دارک داستان اینه که گوموها یعنی همون جناب امپراتور عاشق این مامان جومونگ بوده، اما یه جایی خیلی اتفاقی میبینه که بله رفیق شفیقش یعنی هوموسو قبلا مخو زده. گومو هم که این صحنه رو میبینه در حالی که شکست عشقی خورده سیستم اسبش رو روشن میکنه و این آهنگو میذاره. بعد این داستان گومو بلند میشه مست و پاتیل میره پیش یومیول همون پیشگوی اعظم. بعد اونجا میگه حیف که هوموسو داداشیمه وگرنه حاضر بودم برای رسیدن به یوها همه رو از سر را بردارم. اما جالبتر از اون اینه که همین یومیول که میبینید عاشق خود گوموها بوده. حالا کجا میگه؟ اونجایی که دیگه داره ریق رحمت رو سر میکشه و به رحمت خدا میره. میفته تو بغل جومونگ و اونجا پیش امپراتور میگه که چون پیشگوی اعظم بود و پیشگوها حق ازدواج ندارن چیزی به گوموها نگفته، وگرنه تمام عمر عاشقش بوده و وقتی میدیدش دلش قش میرفت. گومو هم که هیچ حسی به این نداشته میگه بمیر زودتر بابا کار داریم. چی بگم والا قشنگ فیلم ترکیه. حالا اینا رو ولش کن. اصلا چطوری جومونگ به دنیا میاد به خدا منم هنوز نمیدونم، چون از اول تا آخر سریال نشون میده هوموسو و یوها همو بغل میکنن، بعد همینطوری یوهوی جومونگ به دنیا میاد. قشنگ انگار لک لک ها آوردنش. جالبه که توی واقعیت هم سند دقیقی وجود نداره که بگه جومونگ دقیقاً چطوری و کی به وجود اومده. فقط همه میدونن مامانش این بانو یوها بوده. اما گفتم جومونگ، بذارید بپردازیم به خود جومونگ عزیز که بعد شنیدن این داستانه عجیبش دیگه کلا دیدتون نسبت بهش عوض میشه، چون تو صدا و سیما نشون دادن جومونگ همش دنبال جنگ و شمشیربازیه و اصلا تو اون خطا نیست، غافل از این که این آقا خودش ته خطه. جومونگ جان از همون اول داستان نشون میده که یک امیر واقعیه، فقط جا 206 یک اسب سفید داره. توی همون اوایل سریال یه جایی هست که جومونگ داره ندیمای دربار رو دید میزنه، بعد از همونجا اون دختری که اسمش بویونگ بوده رو میبینه و یه دل نه صد دل عاشقش میشه. بعد وای میسه از اتاق بیاد بیرون تا بره سر وقتش. بویونگ البته خیلی اهل دل نبود و پا نمیداده. دلیلش هم منطقی بود. بنده خدایی به این جومونگ میگفت من ندیمه قصرم، اگه ازدواج کنم از قصر پرتم میکنم بیرون. ولی خب جومونگ که عشقش زده بوده بالا ولکن ماجرا نبود و هی به بویونگ میگفته بیا عروس ننم شو. بویونگ هم ناز میکرده تا بالاخره یه جا تو انباری با هم گیر میکنن. داستان گیر افتادنشون هم جالبه. بویونگ میره تو این انباری که نوشیدنی بیاره که یهو جومونگ میپره تو میره سراغش، اما یهو نگهبانا سر میرسن و این دوتا میرن یه گوشه قایم میشن که گیر نیافتن. نگهبانم که فکر میکنن کسی داخل نیست درو قفل میکنن و میرن. خلاصه بعدش جومونگ اونجا تا خرخره نوشیدنی میخوره و از خود بیخود میشه. وقتی هم که بیدار میشه یونگپو همون داداش خنگ تسو بالا سرشو میگه پاشو یالا. اصلا بعد از اون ماجرا بود که بویونگ فلک زده رو از قصر میندازن بیرون. توی صدا و سیما اصلا این جوها اصلا پخش نشده. بعد اون داستان خود جومونگ هم از قصر پرت میکنن بیرون تا بره برای خودش مرد بشه، اما متاسفانه خارج از قصر هم دست از امیربازی بر نداشت. چند تا صحنه است که نشون میده جومونگ جان بعد اخراجش از قصر هم آدم نشده، باز چسبید به دختربازی. ماشاءالله خوشش دام بود و دوتا بار میزد. بویونگ بدبخت هم رفت زیر دست این یارو که اسمش توچی بود. اونجا هم توچی اذیتش میکرد و این میخواست بهش نزدیک بشه که خب بازم بویونگ اجازه نمیده. یونگپو هم اسمش اومد، اونم دخترباز بدبختی بود. چند تا صحنه است که توشون یونگپو ندیمه‌ها رو اذیت میکنه و این ندیمه‌های زبون بسته رو آسی کرد. ندیمه‌های بیچاره هم از ترس اخراج شدن از قصر نمیتونستن چیزی به کسی بگن. داستان بعدی دیگه خیلی عجیب و غیر منتظره است. یعنی وقتی شنیدم مخم سود کشید. آقا این مودونگ و موسونگ بودن، یادتونه؟ این اصلا خواهر برادر نبودن، زن و شوهر بودن. همونطور که می‌بینید تو چند تا صحنه این دوتا چنان ماچ و بوسای جانانه‌ای دارن که اصلا آدم خجالت میکشه چیزی در موردشون حرف بزنه. خدا شاهد. اما خب این زبون بسته هم مجبور بودن عشقشون رو پنهان کنن، چون همونطور که گفتم ندیمه‌هایی که ازدواج می‌کردن از قصر خارج می‌شدن، یعنی اخراجشون می‌کردن. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه، چون موگول که یار و همراه جومونگ بودم عاشق این مودونگ بیچاره بوده. خیلی هم تحویلش میگرفت و این میرفته سراغش، ولی خب مودونگ خیلی به موسونگ وفادار بود و اصلا به موگول محل نمیداد، با اینکه موگول هم خوش‌تیپ‌تر بود و هم قوی‌تر. اما آخرش که موگول کشته میشه مودونگ خیلی براش ناراحت میشه، میگه حیف شد، جوون خوبی بود، ولی با موسونگ میمونه، حتی گریه هم میکنه، ولی خب دیگه میره دنبال زندگیش. مورد بعدی رابطه هیوبو و سایونه که وقتی تو تلویزیون نشون میده خیلی برام عجیب بود. همه میگفتن آقا این دو تا مگه مرد نیستن، پس چرا مثل مرغ عشق میمونن حتما با هم دوستن دیگه؟ ولی نه، یه جایی از سریال سایون به یوبا میگه که دوگانه سوزه، یعنی نه کاملا پسر نه کاملا دختر، و به خاطر همینم توی بچگی میخواستن بکشنش، چون معتقد بودن کسایی که اینطورین در اصل آدمیزاد نیستن، بیشتر شبیه دیو و پریان. اما یه آقای این سایون رو نجات داد و از محل فراریش میده.
از قضا این آقای خیلی شبیه هیوبا بوده، به خاطر همینم سایون از این بنده خدا خوشش میاد. هیوبا هم که کسی بهش پا نمیداد حسابی خوشحال میشه و از خداش هم است. بعد از اینم میریم سراغ بانو سوسانه و محبوب دلها که یک سری صحنه‌های ماش ماش بازی با جومونگ داره. خیلی هم البته چیز خاصی نیست، اما همین بابای سوسانه یعنی ارباب یونتاوال توی جوونیش ماشاءالله خیلی سرحال جذاب بوده. توی همون چند تا قسمت اول هنوز سوسانه به دنیا نیومده بود و یونتاوال با زنش چه سری صحنه‌های شطرنجی دارن، اما توی نسخه دوبله شدهش خب قطعا همین سکانس‌ها حذف شده. جالب تر این که توی تمام سریال اون جایی که میگن بریم یه چای بنوشیم در واقع میرن آب شنگولی بزنن، ولی خب تو دوبله رفقا قشنگ کار در آوردن. یعنی یه جوری میگن چای کرد که ندونه فکر کنه 2 دقیقه بعد ممکنه با شلوار کردی بشن دورم قلیونم بکشن. از بس دوبله این سریال ایرونیه. مورد بعدی هم بانو سویاه که معروف حضورتون هست. ایشون هم مثل تمام خانمای دیگه سریال مورد آزار و اذیت قرار گرفت. یه چند جا توسط اون رئیس قبیلهشون که عاشق این بوده خیلی سرش می‌خواسته به زور سویا زنش بشه، اما سویا عاشق جومون شده بود و از طرفی هم این یارو باباشو کشته بوده، پس محل سگم بهش نداد. بعد از اونم توی مهمونخونه‌ای که توش کار می‌کرد یه سری مست و پاتیل میومدن سویا رو اذیت می‌کردن. همونجا که یوری پسرش یهو غیرتی میشه و میزنه اون یارو مرده رو لطپار می‌کنه. اویی هم که یارو همیشه جومونگ بود، یه عشق بی‌نتیجه به همون بویونگ بنده خدا داشت، اما جالبه که هیچ صحنه سانسور شده ازش تو سریال نیست. یعنی هیچ جا این بدبخت یه بغل هم نتونست از این دختر بگیره. اوی چطور منو پیدا کردی؟ هاندانگ بهم گفت. اونا منو آوردن اینجا و گفتن که میخوان منو به یه تاجر برده چینی بفروشن. اون باهوشرم که یادتونه، اون بیچاره هم یه سینگل به گوری بود مثل بیشتر ماها. یعنی از اول تا آخر سریال به یه نفرم نگاه نکردن، بس که سیگما بود. تسو و زنش هم هیچ صحنه سانسور شده ای نداشتن، چون در واقع تسو هیچ علاقه به این دختره نداشت و همینطوری برای قدرت باباش رفته بود گرفته بودتش. یه جا از سریال هم تسو تبعیض شده به مرز برای اینکه قصد کشتن امپراتور رو داشت. اونجا توی سریال فرمانده اون نقطه از مرز توی مهمونخونه داره با 2 تا خانم دل و قلوه میده که تسو سر میرسه و کلک یارو رو میکنه. بعدم میگه از الان به بعد من رئیسم. اون 2 تا دخترم لباساشونو برمی‌دارن و فرار میکنن. اما حالا با تمام این حرف و حدیثا وجدانن قبول داری اون نسخه دوبله شده و با سانسورش چیز دیگه است؟ تو کامنت ها بنویسید کدوم نسخه رو ترجیح میدید، با دوبله و سانسور